ساعت به وقتی پرگر رسیده هست. بینندگان عزیز و بازم من شالوگ خوجت در روبروی شما قرار دارم با سرخط خبرهای روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب و همه شما بینندگان رو بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری منتظر خواهیم بود. دلشاد نظرف با استفاده دوپینگ گمانبر می شود. یک سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک دلشاد نظرف گرزاندوز معروف توجیک رو با استفاده موادهای نیروافزا متهم کرد. این سازمان روز 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را بر روی خط ورزشکاران شامل کرد که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف گرزاندوز مشهور توجیک و قهرمان المپیادای سال 2016 در ریو د ژانیرو می باشد. مقامات توجیک درباره این اتهامات چی نظر دارند و خود دلشاد فعلا در کجا است در برنامه جزئیات میدیم برای شما و باید گفت ماجرای دوپینگ یا استعمال مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع وقتای آخر در رسانه‌های خبری جهان به موضوع داغ تبدیل شده است. بسیاری از ورزشکاران معروف جهان برای استعمال موادی که آنها را آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ به فهرست داروهای ممنوع داخل کرده است مجازات شدند. گردستی مهاجر رو بگیری و یا کمک خیریوی به مهاجرانی که در بازداشتگاه موقتی ساخر و نگهداری می شوند. در این مرکز اساساً مهاجرانی قرار دارند که به حقوق ویرانکاری مأموری متهمند و منتظر اخراجشان از روسیه هستند. حامیان حقوق میگویند این بازداشتگاه در اصل محبسی رو میماند و مهاجران گاه سالها در پشت دیواری آنجا در میمانند. اگر برنامه خبری امروز رو تماشا کنید در این باره تفصیلات بیشتر خواهید گرفت و امکان می‌یابد که صحبت خود بازداشت شده ها رو ببینید. پالاتای نمایندگان کنگره امریکا تحقیق فعالیت پرزیدنت دونالد ترامپ را رسما آغاز کرد که احتمال دارد با ایمپیچمنت او بیانجامد. در این باره رئیس پالاتای نمایندگان امریکا نانسی پلوسی روز سه‌شنبه اطلاع داد. ترامپ در رابطه با صحبت تلفنیش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی به نقض کانستیتوسیای آمریکا ابدار می شود. در تاریخ امریکا سنات بار تصمیم اظهار نوباوری به پرزیدنت را جانبداری نکرده است. تا سال 1974 پرزیدنت ریچارد نیکسون در پی تهدید اظهار نوباوری از مقامش استعفا داد. ده مهاجر توجیک که برای شرکت اوانتیستروی گروپ بلندوشیانه می ساختند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و به درخواست‌های پرداختن معاش به آنها تهدید کرده است. یکی از مالکان اساسی این شرکت عمر جبرائیلوف صاحبکار پرنفوذ چچن تبار در مسکو است که سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. حالا این مهاجران می‌خواهند از پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف کمک پرسند. این موضوع فکر می‌کنم برای شما جالب است بینندگان عزیز و در برنامه خبری ما رو همراهی کنید تا جزئیاتش رو بفهمید. و قهرمان ها رو گرم استقبال گرفتند. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان بعد از موفقیت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به وطن برگشتند. ده هوادار فوتبال ساعت 2:30 شب به فرودگاه دوشنبه برای پیشوازی فوتبال بازان نورس آمدند. فوتبال بازان نورس توجیک غیر چشم داشت در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندند و همگی 2 گل به دروازه‌شان سر دادند. نشانزنی بهترین مسابقه با 8 گل حمله‌گر منتخب نورسان تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده شد و همکاری ما در قطار اونهایی بود که دیروز شبانگاه فوتبال بازان توجیک رو استقبال گرفت و شما میتونید گزارش رو در این باره بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تماشا کنید. تشکر میگم که تو این لحظه ها ما رو تماشا کردید و من همه شما رو طوری هم گفتم در برنامه منتظر خواهم بود. بعد از 3 ساعت دیگر یادتون نرود در همین جا در آزادی ویدیو. روز خوب داشته باشید.